به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز. باز هم اومدیم به یکی از روستاهای زیبای مازندران، این بار در شهرستان زیبای سوادکو، روستای کلاریجان، که به مناسبت کنگره شهدای گرانقدر استان مازندران و همچنین شهدای این روستا در حال برگزاری است. مسابقات از صبح امروز آغاز شده و عصر امروز 5 فینال رو خواهیم داشت. فینالی که ملاحظه می‌فرمایید در وزن منفی 65 کیلوگرم هست که پژمان تقی‌پور از کلاریجان و حسین عمران از بابل رقابت خودشون رو از لحظاتی قبل آغاز کردن. چهره پژمان تقی‌پور رو ملاحظه می‌فرمایید رو به تصویر که حمایت هم‌محلی‌های خودش رو به همراه داره و حسین عمرانی که سابقه و تجربه بالایی داره در عرصه کشتی سنتی لوچو و قاعدتا قهرمانی‌های بسیاری هم هر دو کشتیگیر دارن، اومدن که شانس خودشون رو در این مرحله و در این رقابت امتحان بکنن. دو کشتیگیر در ابتدا روی دستها و روی سرگردن کار میکنن، لحظاتی با هم تماس پیدا میکنن و مجددا کشتی باز میشه و شرایط دنبال میشه. حسین عمران و پژمان تقی‌پور چشم در چشم هم با دقت و نظر زیاد همدیگر رو نگاه میکنن تا بتونن از فرصت‌هایی که قطعاً پیش میاد در ادامه برای کسب امتیاز استفاده بکنن. یه لحظه میرفت در حالت پیش کسب امتیاز داشته باشه حسین عمران، ولی خب رقابت حساس است. هر دو کشتیگیر موفق شدن از صبح امروز رقابت‌های خودشون رو در مراحل قبلی با پیروزی پشت سر بگذارن، اومدن به فینال و رقابت در فینال قطعاً مشکل و سخت است برای هر دو کشتیگیر. کشتی لوچویی که در 2 تایم 3 دقیقه‌ای برگزار میشه. تا به اینجای کار به جز یه صحنه‌ای که حسین عمران سعی داشت مثل همین صحنه با پیش و 2 دست 1 دست کسب امتیاز بکنه، اتفاق خاصی رخ نداد و رقابت بیشتر در مرکز میدان دنبال شده. زمان زیادی هم از وقت اول باقی نموند و احتمالاً برنده نهایی این دیدار و قهرمان این وزن در وقت بعدی یا حتی در قانون تبری مشخص خواهد شد. ثانیه‌های پایانی وقت اول رو سپری میکنیم که در همین لحظه هم وقت به اتمام میرسه. دو کشتیگیر میرن نزد مربیان خودشون تا آماده بشن برای ادامه رقابت در تایم دوم. مربی روستای کلاریجان رو ملاحظه میفرمایید و این هم مربی حسین عمران، محسن رضایی، که خودش هم در وزن منفی 85 به فینال راه یافته. میبینیم که کشتیگیر خودش رو هدایت میکنه. خیلی عظیم هواداران کشتی و اهالی روستای کلاریجان اومدن برای برگزاری آیین سنتی کشتی لوچو مازندران. وقت استراحت هم به اتمام میرسه. دو کشتیگیر میان به وسط میدان و داور وسط دستور خودش میدمه و این به معنی آغاز کار در تایم دوم هست. میبینیم که در ابتدای تایم دوم هر دو کشتیگیر کار کردن روی دستا و اقدامات بیشتر رو چاشنی کار کردن و اومدن با طرح و نقشه جدیدتر بتونه امتیاز لازم رو کسب بکنن، ضمن اینکه دچار آسیب دیدگی جزئی هم میشه پژمان تقی‌پور که خب خوشبختانه مشکلش حاد نیست و میتونه به کار و این رقابت ادامه بده. ببینیم که تلاش‌ها و تفکرات کدام کشتیگیر در این تایم و در این وقت نتیجه بخش خواهد بود، حسین عمران یا پژمان تقی‌پور. هر دو کشتیگیر که با پیراهن آبی با هم رقابت میکنن. در سمت راست حسین عمران هست، در سمت چپ پژمان تقی‌پور. مربی پژمان تقی‌پور هم از کناره گود
به او تذکر میده که باعث مچ دست حریف رو در اختیار بگیره. مدام مچ دست ها عوض میشه توسط هر دو کشتیگیر. چندمین باری هست که حسین عمران سعی میکنه زیرگیری کنه یا سایه بزنه، ولی هر بار پژمان تقی‌پور اجازه کار رو نداده. هر دو کشتیگیر توانمند و کوشا هستن و اجازه کار رو به راحتی نمیدن به حریف و احتمالاً اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کنه در تایم سوم و قانون تبری تعیین کننده برنده این دیدار خواهد بود. هواداران حاضر در گود کشتی لوچو هم تشویق‌های خودشون رو آغاز میکنن و تهییج میکنن کشتیگیر روستای کلاریجان یعنی پژمان تقی‌پور رو که بتونه فعالیت و اقدامات بهتری رو در ادامه نشون بده و کسب امتیاز داشته باشه. او هم با علم به این قضیه که در میان هم محلی‌های خودش کشتی میگیره حالا سعی میکنه فشار خودش رو بیشتر بکنه. طبق اعلام داور 1 دقیقه زمان باقی مونده. در حالت دستو حسین عمران سعی داشت به پا برسه ولی با چرخش و جابجایی سریع که پژمان تقی‌پور داشت اجازه کار رو به او نداده. ثانیه ها به سرعت در حال سپری شدن هست. تحت فشار قرار میده تقی‌پور حریف خودش رو. میتونه در این حالت با پرس بیشتری که وارد میکنه حریف رو از گود خارج بکنه، ولی حسین عمران هم فعلا هوشیار عمل کرده و میبینیم که با یک چرخش و جابجایی دوباره برمیگرده و تغییر مکان میده و فعلا اجازه کسب امتیاز رو به حریف خودش نمیده. ثانیه های پایانی هست که داور هم در سود خودش میدم و وقت دوم هم به اتمام میرسه. خدمت علاقمندان و بینندگان عزیز بایستی عرض بکنم که در قانون برزیل یا قانون تبری دایره دومی که در وسط میدان مشاهده و ملاحظه میفرمایید تعیین کننده است و هر کشتیگیری که موفق بشه حریف خودش رو از این گود خارج بکنه برنده از میدان خارج خواهد شد. حالا هر دو کشتیگیر سعی میکنن از این فرصت لازم استفاده بهینه رو داشته باشن. پژمان تقی‌پور سرگردن حریف رو در اختیار گرفته، سعی میکنه که سرگردن رو کامل بیاره پایین، ولی قبل از انجام این کار داور در سود خودش میدمه. تشویق تماشاچیان کلاریجانی در این لحظات بیشتر شده و از کشتیگیر خودشون میخوان که فعالیت رو بیشتر داشته باشه. حالا این حسین عمران هست که خودی نشون میده، یه لحظه دست چپ رو زد به زیر کتف حریف، ولی میبینیم که هیچ یک از کشتیگیران پا پس نمیکشن. به محض اینکه فردی میخواد اجرای فن داشته باشه کشتیگیر مقابل یا واکنش نشون میده یا با یک حرکت دیگه پاسخ مناسب رو اعمال میکنه. میبینیم که هر دو کشتیگیر دست رو به زیر کتف زدن، تحت فشار قرار میده حسین عمران رو این کشتیگیر پژمان تقی‌پور و بالاخره موفق میشه او رو از گود خارج بکنه و ضمن پیروزی در این دیدار قهرمانی وزن منفی 65 کیلوگرم رو در مسابقات کشتی لوچو روستای زیبای کلاریجان کسب بکنه. هر دو پهلوان و هر دو کشتیگیر مورد تشویق حاضرین در گود کشتی کلاریجان قرار میگیرن. خدا قوت میگیم به حسین عمران و تبریک به پژمان تقی‌پور.